بله خب در سوره عبس داستان این بوده که پیامبر یه عده‌ای از این اشراف بزرگان قریش رو دعوت میکنن که اسلام رو با اونا براشون مطرح بکنن، توضیح بدن. پیامبرم پیش خودشون فکر میکردن که خب اینا که درد سرن، اینا که قدرت دارن و مزاحمه نمیذارن، ما اگه این کله گنده ها رو اینا رو راضیشون بکنیم و نرمشون بکنیم و با اسلام آشنا بکنیم، بعد دیگه ساده است دیگه بقیه. خب در این موقعی که پیامبر ابن عباس هم واسطه بوده، ابن عباس هم برها پسر هم به پیامبر بودن، آدم جز بزرگان اون جامعه بوده، اون رفته بوده اینا رو دعوت کرده بوده که بیاین شما که دعوا دارین با پیامبر، بیاین به حرف خودشو گوش کنین نزدیک. حالا اونا آمدن نه با نیتی که بخوان اسلام بیارن، حالا یک کوری از دور مثلا میخواسته بیاد پیش پیامبر، اون که نمیدیده که پیامبر مشغول جلسه هستن و دارن صحبت میکنن، هی فریاد داد میزده که محمد سوال دارم، محمد سوال دارم. خب جلسه رو در واقع داشته به هم میزده، اون که نمیدیده بیچاره. ولی وقتی که میاد میگه پیامبر یه ذره ناراحت شدن، هر کدوم ما اگه توی جلسه جایی باشیم هم مشغولیم داریم به کار جدی، مثلا توی جلسه ای یک کسی بیاد داد و بیداد بکنه اصلا ناراحت آدم میشه. پیامبر هیچ حرفی نزدن، اعتراضی نکردن، فقط یه ذره ابرو در هم کشیدن. برای ابد به قول دکتر شریعتی اینو خدا تو قرآن گذاشته، عبس و تولا ان جاءه الاعمی، اینه که یک کوری آمد نزدش، مثلا ابرو در هم کشید. و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدونی شاید این تزکیه بپذیره، او یذکر فتنفع ذکرا، ممکنه آگاه بشه و این به نفعش باشه. و اما من میگم اما اینایی که در واقع با دعوت تو اومدن، ما علیک الله یزکا، به تو حالا مربوط نیستش که آگاه بشن یا نشن. یعنی در واقع به پیامبر در واقع تلویحاً نقد میکنه، میگه اصل کار اونه. درسته که مردم میگه حالا این کور 100 تا از این کورا بیان مسلمون بشن، به چه درد ما میخوره؟ اون که نمیتونه بره بجنگه، این کوره. ولی میخواد بگه دل مهمه، دل آدم مهمه. اونی که کوره هیچ کسی هم حوصله دیدنشو نداره، اون نظر خدا به پای خودش اومده. تو به یه عده‌ای دل خوشی که اینا با پای خودشون نیومدن، اینا دنبال منافع خودشونن. خب بله، این که میفرماند حالا وقتی تو این کتاب این باشه، آدم ها باید بفهمن که با قرآن که حتی پیامبرش هم تلویحاً در واقع داره توبیخ میکنه که اصل کار ایمان دله، نه طبقات، نه ثروت، نه قدرت.